فعلا که میبینی برادرها سخت مشغولن، اما دستور میدم فردا صبح 1-2 ساعت بعد از طلوع آفتاب یه عده بیان کمک تو اونو از اون زیر بکشم بیرون. خدا عمرت دعا نیست. نه این شب یه شب آخره، اونا به قول دادن، خود رئیس کل امداد. نکنه بری منو تنها بذاری تو این دنیا. تو به خدا برگرد با هم حرف بزن. تو که میدونی من جز هیچ کسی ندارم. نمایش زیر آوار عشق نوشته قاضی ربیهاوی با بازی و کارگردانی سودابه فرخنیا. محل اجرا لندن 2 و 3 مارس. زیر آوار عشق نوشته قاضی ربیهاوی، نویسنده پرکار جنوبی، به گفته خودش داستان زنی است که بر اثر اتفاقی فرصت می‌یابد تا حرف‌های نگفته 30 سال زندگی مشترکش را به همسرش بیان کند. یه زنی که یه امکانی براش پیش میاد یه شب که تمام درد دلشو باز بکنه و چیزهایی رو که در 30 سال با زندگی زناشویی مطرح نکرده نگفته، حالا به خودش این جرأت رو میده، این موقعیت براش پیش میاد که یه چیزهایی رو بگه. همه نمایش در یک شب تا صبح اتفاق میافتد، شبی بعد از وقوع یک زلزله که شهری و روستاهایش را ویران کرده. اشخاص نمایش زن و مردی میان سال هستند. مرد زیر آوار گیر افتاده و تنها امیدش به رهایی، کمک و همکاری زن است. زن منتظر رسیدن صبح و آمدن گروه امداد است که قرار است از راه برسد. در تمام طول نمایش مرد نه دیده و نه صدایی از او شنیده می شود، اما سایه سنگین و ناپیدای مردانش بر صحنه حضور دارد. همه تلاش زن زنده نگه داشتن مرد است و سرگرم کردن او در آن شب با مرور و زنده کردن خاطرات مشترک تلخ و شیرین گذشته. بعد از اجرای روز شنبه از آقای ربیهاوی میپرسم که آیا از اجرای نمایش راضی است؟ راضی بودن راضی نبودن بستگی داره به موقعیت و امکانات تئاتر خارج از کشور. نمیتونم بگم که زیاد راضی هستم، چون دلم خواست که توی صحنه خوب اجرا میشد، دکور خوب اجرا میشد، موسیقی خوب داشت، همین چیز به جا و اینها انجام میشد. یه کارگردان بود که همه اینا رو نظارت میکرد، ولی به دلیل اینکه این امکانات نیست و این فقر هست و اینها و همینقدر برام قابل تقدیره که یک بازیگری که این همه حرفه‌ای به اصطلاح سابقه داره و اینها هنوز میاد و کار میکنه و میخواد که این نفس تئاتر خارج از کشور را همچنان گرم نگه داره و دمش گرم. سودابه فرخنیا، بازیگر با سابقه تئاتر، در این نمایش کارگردان و تنها بازیگر آن است. موفقیت بازی او را تماشاگران با تشویق پرشور در انتهای نمایش تأیید می کنند. از خانم فرخنیا علت اجرا و مشکلات بازی تک نفره را در تئاتر میپرسم. بسیار سخته. من دلم نمیخواد یک نفره کار بکنم، ولی یک نفره کار کردن دلیلش این هستش که سریعتر میشه آدم حملش بکنه، جاهای مختلف ببره. ما برای فستیوالا میبریم، یک شب یک جا اجرا داریم، یک شب یک جای دیگه در خود همین لندن اجرا داریم، در نتیجه یک نفره ها رو انتخاب میکنم کار میکنم. بسیار سخته، برای اینکه بده بستون روی صحنه نیست، همه چیز رو یک نفر باید خلق بکنه، همه داستان. به خصوص این نوشته از همه تک نفرهایی که من تا حالا کار کردم سخت‌تر بوده. یعنی من یک زن تنها رو کار کردم، نوشته داریو فو رو به زبان فارسی، خودم ترجمهش کردم، خودم کارش کردم و کارگردانی کردم. اون کار البته یک کمدی بود، به سنگینی این نبود، ولی از این بسیار کوتاه‌تر بود و خب این کار سختیه برای اینکه خیلی روایتیه، میدونید. و خب به هر حال من تمام سعیم کردم که اینو بیارم. این نمایش علاوه بر روز شنبه، روز یک شنبه 3 مارس نیز در سالن یوث تئاتر در ایست فینچلی در لندن به روی صحنه خواهد رفت.